توضیحات بخش‌های قبلی میخوایم کاربردهای ابزار کرورچر رو بیشتر ببینیم تو نمونه کارهامون و انشاءالله روشون کار بکنیم. یه مثالی رو من براتون آماده کردم. یه شعله آتیشی هست که با ابزار کرورچر طراحی شده و به راحتی میتونین این طرح رو با این ابزار بکشید. برای کشیدنش میایم ابزار کرورچر رو انتخاب میکنیم و نقطه شروع و نقطه پایان رو در ابزارمون مشخص میکنیم که من بخش‌هایی از این تصویر رو به کمک ابزار کرورچر میکشم، آماده میکنم و نمونه آماده شدهش رو هم خدمتتون نشون میدم. خب برای این کار کافی نقطه شروع رو، حالا فرقی نمیکنه شما از این قسمت یا از این قسمت انتخابش میکنین و طراحی رو شروع میکنیم. خب نقطه ابتدای کار من این قسمت هست. زمانی که با ابزار کرورچر کار میکنیم نیازی نیستش که با دقت خیلی زیادی نقاط رو انتخاب کنیم. کافیه که به این صورت فقط حاشیه شکل رو انتخاب بکنیم و حالا خدمتون توضیح میدم که به چه شکلی میتونین نقاط رو به صورت دقیق تری به همدیگه متصل کنیم و یه شکل خیلی زیبای مثل این شکل رو طراحی کنیم. زمانی که من نقاط رو در کرورچر انتخاب میکنم، اگر دقت بکنید داخل شکلم یه رنگی قابل رؤیت هست که این رنگ باید حذف بشه تا من بهتر بتونم طراحی رو انجام بدم. به کمک نوار کنترل میایم و ابزار فیل رو روی در واقع نام میذاریم و ابزار مربوط به استروک رو حالا یه رنگ مشکی یا حالا یه رنگ دلخواه رو انتخاب میکنیم. بهتر همون رنگ مرتبط با خود شکلمون رو انتخاب بکنیم. یه مقداری برای اینکه راحت تر بتونین خطوط رو ببینیم میتونیم استروکش رو روی یک یا مقدار بیشتر بذاریم. خب میام ادامه طراحی هامو انجام میدم و به این صورت میام بخش‌هایی از تصویر رو انتخاب میکنم. مجدد تکرار میکنم، اصلا نیازی به این که شما بخواید خیلی با حساسیت و دقت بالایی شکل رو انتخاب بکنین نداریم. خب به این صورت میام طرح رو انتخاب میکنم و نقاط نقاط ابتدا و انتها رو به هم دیگه متصل میکنم. خب نقطه ای که الان من میخوام یا در واقع اون نودی رو که میخوام مشخص بکنم در واقع این نقطه هست، یعنی دقیقا همون نقطه ای که شروع رو باهاش انجام دادیم. خب یک کلیک میکنم و کرورچر من از حالت طراحی غیر فعال میشه و میبینیم که یه شعله آتیش رو حالا با دقت خیلی کمتر انتخاب کردیم. حالا برای اینکه بتونیم دقیقاً طرحمون رو فیکس بکنیم یا به قولی تقریباً بیفته روی اون شکلی که ما طرحش رو انتخاب کردیم، اولین نکته‌ای که خدمتتون باید عرض بکنم این هست که تا جایی که میتونید طرح رو زوم بکنین تا بهتر بتونین طرحتون رو انجام بدین. خب من بخشایش رو انجام میدم و نمونه کامل شدهش رو همونطور که قبلا هم تو توضیحاتم گفتم خدمتتون به نمایش میذارم که راحت تر ببینین که این طرح قرار به چه شکلی در بیاد. خب شکلم رو زوم کردم و روی نقاطی که قابل انتخاب هستن کلیک میکنم و به این شکل نقاط رو به طرح خودم میرسونم. به این صورت اگر دقت کنین هرچی شما زومتون بیشتر باشه طرح رو با دقت بهتری میتونین طراحی کنین. خب به این صورت نکته خدمتتون عرض کنم در بعضی از نقاط ممکنه تعداد در واقع اون نقاط ما بیشتر یا کمتر باشه که شما با به فرض مثال اگر این نقطه رو خواستین حذف بکنین کافیه که انتخابش کنین و دکمه دیلیت رو بزنین
و اون نقطه شما حذف خواهد شد. و اگر بخوایم مجدد دوباره اونجا نقطه ایجاد کنیم، کافیه که کلیک بکنیم و اون نقطه ایجاد بشه. خب به این صورت من میام و نقاط رو به قسمت اصلی طرحم میرسونم. فقط این رو خدمتتون عرض کنم، جاهایی که نیاز دارین تا طرحتون ظریف‌تر باشه، تعداد نقاط رو میتونین بیشتر بذارین تا راحت‌تر بتونین طرحتون رو بکشین. خب به این صورت من نقاط رو اینجا دیدین که با یک کلیک نقطه رو ایجاد کردم که بهتر بتونم طراحی رو انجام بدم. خب به این صورت نقاط با دقت خیلی بالایی طراحی میشه و شعله آتش رو برای من ایجاد میکنه. نمونه کامل شدهش رو الان یه بخش از تصویر رو که انجام بدم خدمتتون نشون میدم که ببینین طرح بعد از کامل شدن به چه شکلی در خواهد اومد. نمونه کامل شدهش. خب این رو پس تمام قسمت های طرحتون رو به همین صورت با همین ظرافت سعی میکنین برسونین و یه طرح زیبا رو ایجاد بکنین. بعد از اینکه تمام نقاط رو به طرح شعله‌تون رسوندین، میایم و با استفاده از گزینه فیل در نوار استروک اون شعله آتش رو رنگ‌آمیزی میکنیم که من این رنگ رو ایجاد میکنم و حالا با استفاده از یا گرادینت یا با استفاده از فیل رنگ‌آمیزیش رو انجام میدیم. خب نمونه کامل شدهش رو من قبلا انجام دادم، خدمتتون نشون میدم. خب این طرح از قبل به همون شکل طراحی شد و حالا نمونه کپی شدهش رو هم دوباره میتونید کپی کنید، ولی رنگ داخلش رو با استفاده از ابزار فیل میتونید داخلش رو سفید کنید و ابعادش رو یک مقداری کوچیک‌تر کنید تا اون طرح اولیه شما به دست بیاد. بابت رنگ‌آمیزی گرادینت هم یه توضیح خدمتتون عرض بکنم. برای رنگ‌آمیزی گرادینت نکاتی که وجود داره اینه که گاهی مواقع ممکنه که اون پنجره مربوط به گرادینت رو یا پالت مربوط به گرادینت رو شما نداشته باشید. تو توضیحات درس‌های و بخش قبلی خدمتتون عرض کردم که منوی ویندو یکی از منوهای خیلی مهمی هست که میتونه تمام پالت های مربوط به این نرم افزار رو در اختیارمون بذاره تا بتونیم طراحی رو به طور سریعتر و زیباتری انجام بدیم. کنترل F9 یا پالت گرادینت رو انتخاب میکنم. این نکته هم خدمتتون عرض کنم که خود پالتش با کنترل F9 هم انتخاب خواهد شد. خب گرادینت یه منوی اینجا داره که میتونین با استفاده از اون منو رنگ هایی رو که میخواین انتخاب بکنین. شکلتون رو انتخاب میکنین و هر رنگی رو که خواستین، هر رنگی که مد نظرتون بود از این بخش انتخابش میکنین که به عنوان مثال اگر من رنگ دیگه رو غیر از رنگ حالا زرد و نارنجی خواستم به عنوان مثال خدمتتون عرض بکنم، رنگتون رو که انتخاب کردین میتونین از بخش پایین فرض میکنین که این گزینه ها رو نداشته باشین. به این شکل دو تا رنگی رو که مد نظرتون باشه از این بخش انتخاب میکنین. یک سری ابزارهایی رو در پایین پالتتون میبینین که با استفاده از این در واقع ابزار گرادینت اسلایدر میتونین رنگ های جذابتری رو براش مشخص بکنین.
روش کلیک میکنین و حالا اگر رنگ خاصی مد نظرتون بود، مثلا از خود طرح اولیه خواستین رنگش رو بگیرین، کافیه که کلیک بکنین روی دایره پایین نوارتون و قطره چکان رو انتخاب بکنین. قطره چکان رو که انتخاب کردین میتونین با استفاده از رنگ های موجود در طرح اولیه اون بخش های تصویرتون رو رنگاویزی بکنین. بخش دوم باز انتخاب میشه با استفاده از کالر پیکر یا همون قطره چکان. میایم باز بخش رنگ زرد رو انتخاب میکنیم و میبینیم که رنگهاش کاملا شبیه به بخش بالایی هست. نکته دیگه که خدمتتون عرض بکنم این هست که ما میتونیم خود نواری رو که مربوط به رنگمون هست هم با هم از داخل خود شکل یا تصویرمون کم و زیاد بکنیم به این صورت. حالا بسته اون طرح اولیه‌ای داره که شما میخواین اون طرح رو طراحی بکنید. پس با استفاده از خود نوار طراحی، نوار گردینت هم اینجا میتونید رنگ‌ها رو کم و زیاد بکنید. پس این شد از بخش رنگش و حتی از داخل خود نوار مربوط به گردین داخل طرحتون هم میتونید شدت رنگ‌ها رو کم و زیاد بکنید. یه اوپیسیتی داره که این رو خدمت شما تو جلسات قبل هم عرض کردم. اوپیسیتی میاد شدت رنگ رو محو میکنه یا حالا محوش رو کمتر یا زیادتر میکنه که حالت نرمالش روی 100% هست که حالا اندازه های دیگر رو هم میبینیم که میتونیم مقدارش رو کم یا زیاد بکنیم. پس در واقع با استفاده از این منو اومدیم حتی زاویه رنگتون، درجه رنگتون رو هم میتونین تغییر بدین و در واقع رنگ هاتون رو ویرایش بکنیم. حتی به صورت حالا اون طیف رنگ هاتون به صورت خطی باشه، لاینر باشن نوع خطتون، یا به صورت دایره‌ای باشه یا به صورت طیف رنگ های دیگه رو روی شکلتون و گستره رنگ هاتون ایجاد بکنید.